أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله در سوره احزاب در آیت 7 میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا. الله میگوید به یاد آورید وقتی که مایان از پیامبرها عهد و پیمان گرفتیم. عهد پیمان این است که تبلیغ رسالت و فرمان مرا به همه جا میرسانید و تطبیق میکنید. و منک و از تو ای پیامبر عهد و پیمان گرفتیم، تو را به پیامبری برمی انگیزیم و تو تبلیغ رسالت میکنی. و من نوح و ابراهیم و از نوح علیه السلام و از ابراهیم و از موسی و عیسی فرزند مریم این پیمان را گرفتیم. و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، ما از آنها عهد و پیمانی مؤکد بگرفتیم که آنها این فرمان را گرفتند بر دوش و تبلیغ رسالت کردند و حتی در راه الله جهاد برای جهاد کردن عهد و پیمان گرفتند. و اینچنین پیروان پیامبرها این عهد پیمان را گرفتند. الله خیلی که امتهای گذشته را بیان میکند که چگونه پیمان گرفتند. الله میگوید: و اذ اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قلیلا فبئس ما یشترون. الله میگوید وقتی که به یاد آور وقتی که الله عهد و پیمان گرفت از اهل کتاب یهود و نصرانی ها و آنها عهد و پیمان گرفتند اهل کتاب که مایان دینی که پیامبرها بر ما بیان کردند هر آینه به مردم بیان میکنیم و پنهان نمیسازیم. اما آنها پس از وفات پیامبرانشان پنهان کردند و فرمان الله را پس سر نهادند و حیات دنیا را به آخرت و حیات آخرتشان را دنیا را با دنیا آخرت خود را فروختند. آخرت خود را به دنیا خریدند و با ثمنی اندک فروختند. و اشتروا به ثمنا قلیلا فبئس ما یشترون. الله میگوید چی بسا فرمان الله را فروختند به دنیای دو روزه و به آخرت بی اهمیتی کردند، اما در روز قیامت حال آنها چگونه میشده باشد. و این چنین اولین عذاب سنگین ترین برای شخصی است که آن عالم ها و علما هایی که میدانند و بیان نمی کنند و با دین را هدف زندگی خود قرار دادند. الله از پیامبرها عهد و پیمان گرفت که تا که تبلیغ دین رسالت میکنند. سپس از پیروان پیامبرها عهد و پیمان گرفت که آنها حقیقتی که از پیامبرها شنیدند بیان میکنند و از ملامت مردم نمیترسند. اما اهل کتاب این پیمان شکنی کردند و عهد و پیمان بیان نکردند، بلکه پنهان داشتند حقیقت را. برای ثروتمندان احکام الهی را تطبیق نکردند، اما برای فقیران و بینوایان تطبیق کردند. آنها در حقیقت دینشان را فروختند. لتبیننه للناس ولا تکتمونه، عهد پیمان شکنی کردند. بنابراین الله گفته است: و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا. در حقیقت این پیامبرها
5 پیامبری که الله بیان کرده است آنها پیامبری اولوالعزم می باشند که صاحبان شریعت هستند. آنها در تبلیغ رسالت از کسی نترسیدند و به کسی سرخم نکردند. و ابراهیم علیه السلام بتها را شکستند و اصلا قوم بت پرستانشان دعوت کردند و ابراهیم را به آتش پرتاب کردند. و موسی چقدر اذیت دیدند و عیسی را خواستند که به قتل برسانند. و خصوصا پیامبر ما صلی الله علیه و سلم در تبلیغ رسالت چهره های مبارکشان خون جاری گشت و از دیار به دیار گشتند. این عهد پیمان را با وفا کردن به این عهد پیمان، اما ما نیز و با وفا باشیم. الله میگوید، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که نظر الله امرأ سمع منا حدیثا فحفظه حتی یبلغه فرب حامل فقه الى من هو افقه منی. پیامبر میگویند که روحی شخصی که از من حدیث را میشنود و حفظ میکند و مردم میرساند، روی چنین چهره چنین شخص درخشان گردد. و در مقابل پیامبر نیز گفتند من سئل عن علم علمه ثم کتمه الجم یوم القیامة بلا جام من النار. هر کسی که از علم شریعت پرسیده شود و او بداند سپس پنهان بکند، این علمش در روز قیامت لجامی از لجامهای آتش جهنم می شود. در این آیت بیان است که مسئولیت جوابگری عالم هایی که می دانند و به مردم نمی رسانند و تطبیق نمی کنند، به مردم نمی رسانند، از ملامت مردم می ترسند، مسئولیتشان سنگین می باشد. این بود تفسیر مختصر این آیت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.